کسانی که کلسترول بالای خون دارند و کسانی که هم ندارند و میخواهند از این حالت جلوگیری کنند، پس به چندین نکات مهم در تداوی و وقایع این مرض توجه کنید. به نام خداوند مهربان، سلام مجدد تقدیم شما هموطنان عزیزم. باز هم دکتر فؤاد فکران در خدمت شما هستم. موضوعی که امروز براتان تهیه کردیم او راجع به کلسترول خون می باشد. کلسترول چیست و از کجا پیدا میشه؟ کلسترول یا که لیپید هم برش میگن، یک ماده چربی است که در بدن توسط جگر تولید میشه و در بعضی از غذاها هم پیدا میشه. کلسترول نقش خیلی مهم و حیاتی در چگونگی عملکرد حجرات در وجود ما داره و در ساختن ویتامین دی و برخی از هورمون‌ها و صفرا برای هضمیت هم سهم میگیره. اما اگر سطح کلسترول در خون بیش از حد بالا میره، خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و گردش خون را به مراتب افزایش میده. کلسترول در خون توسط یک پروتئین انتقال داده میشه که ترکیب این هر دو را لیپوپروتئین میگن و دو نوع داره، HDL و LDL. LDL که از کلمات انگلیسی Low Density Lipoproteins یعنی لیپوپروتئین های با غلظت پایین یا بد یا مضر هم که برش میگن، و دیگر HDL از کلمات انگلیسی High Density Lipoproteins یعنی لیپوپروتئین های با غلظت بالا که کلسترول های مفید یا خوب هم به اینا خطاب میشن. و حال که چرا یکی را خوب و دیگر را بد میگن، کوشش میکنم که براتون واضح بسازم. اول بیاین که راجع به LDL ها یا لیپوپروتئین های بد گپ بزنیم. LDL ها وظیفه‌شان است که کلسترول را به حجراتی که نیاز دارن انتقال میده و اینها را به خاطر بد میگن که اگر سطح اینها از حد نرمال بالا میره، اینها در جدارها یا دیوارهای داخلی شریان ها تجمع کرده و رسوبات چربی یا پلاک های چربی که هم برش میگن تشکیل میدن و اکثر اوقات این پلاک ها در شریان های کرونر قلبی و شریان های مغزی تشکیل میشن که اگر از اینها جلوگیری نشه، به مرور زمانی پلاک ها بزرگ شده و جریان خون در شریان را قطع میسازن و بالاخره این میتونه که باعث سکته قلبی یا مغزی شود. و حال به این که راجع به LDL ها یا لیپوپروتئین های خوب گپ بزنیم. HDL ها را به خاطر خوب میگن که اینها کلسترول های بد را از حجرات یا رسوبات چربی گرفته و به جگر انتقال میدن که در اوج اینها یا تجزیه میشن یا به شکل ضایعات از بدن خارج میشن. پس سطح اینها در خون هر چقدر که بالا باشه همان قدر بهتر است. چی چیزها باعث بالا رفتن کلسترول در خون ما میشه؟ خب عوامل زیاد است که میتونه باعث بالا رفتن کلسترول در خون شود. مثلا فاکتورهای شیوه زندگی که از قبیل سیگرت کشیدن، رژیم غذایی ناصحی، نبود ورزش و غیره می باشند. و حال به این که چگونگی تاثیرات بعضی از عوامل را مفصل تر ببینیم. تاثیرات سیگرت کشیدن. سیگرت ها در خود یک مواد کیمیایی به نام اکرولین داره که مانع لیپوپروتئین های خوب یا HDL ها میشه تا کلسترول را از رسوبات چربی به جگر انتقال بده که در نتیجه باعث مرض اتروسکلروز میشه، مرضی که در او قطر شریان ها توسط رسوبات چربی تنگ یا محدود میشه که در این باره در ویدیوهای بعدی حتما براتون معلومات بیشتر میدم. رژیم غذایی ناصحی. بعضی غذاها مثل جگر، گرده و تخمباب که کلسترول غذایی دارن، تاثیراتشان بالای کلسترول خون خیلی ناچیز میباشد. اما چیزهایی که بالای کلسترول خون تاثیرات جدی و خطرناک داره و لازم است که بالایش باید زیادتر توجه کنین، او مقدار کلی چربی های اشباع شده است که در غذایتان روزمره استفاده میکنید که منابع غذاها از قبیل مسکه، قیماق، روغن زرد، شیرهای چرب، چربی های گوشت بخصوص گوشت گوسفند و دنبه گوسفند، گوشت مرغ با پوستش، غذاهای سرخ شده، فاست فودها، کیک و کلچباب، آیس کریم ها و غیره می باشند. و بعضی امراض مثل فشار بالا، مرض شکر، تکلیف های جگر و گرده هم خطر بالا رفتن کلسترول در خون را زیادتر می سازند. و حال به این که راجع به تداوی و وقایع گپ بزنیم. کسانی که کلسترول بالای خون دارند و کسانی که هم ندارند و میخواهند از این حالت جلوگیری کنند، پس به چندین نکات مهم در تداوی و وقایع این مرض توجه کنید. در شیوه زندگیتان تغییرات بیارین، یعنی از کشیدن سیگرت و نوشیدن الکل جدا خودداری کنید. 2. رژیم غذاییتان را هم تغییر بدین،
یعنی از غذاهایی که دارای چربی‌های اشباع شده می باشند و قبلا هم در این ویدیو ذکر شد کمتر استفاده کنید. بهتر است که به عوضشان از غذاهایی که چربی‌های اشباع نشده دارند استفاده کنید. مثلا خود زیتون و روغن زیتون، گل آفتاب پرست، بادام، پسته، جلغوزه، آووکادو و روغن ماهی و خود ماهی ها مثل سالمون و دیگر ماهی هایی که در آبهای سرد به سر میبرند. استفاده غذاهایی که چربی های اشباع نشده دارند به خاطر خوب است که اونها سطح کلسترول های خوب را در وجود ما بالا میبرند. و چیزی را که همیشه توصیه کرده ایم او ورزش است. کوشش کنین که روزمره حداقل 30 دقیقه وقت بر انجام دادن ورزش پیدا کنید. و کسانی که سطح کلسترول خونشان توسط روش‌های ذکر شده به حالت نرمال برنمیگرده، در او حالت با دکتر خود مشوره کرده و از ادویه‌جات استفاده کنید. خب دوست عزیز، این بود برنامه امروزی ما. خدا کنه که براتان مفید تمام شده باشه. منتظر ویدیوهای بعدی باشین و فراموش نکنین که صفحه فیسبوک را لایک کنین و چنل یوتیوب را سابسکرایب کنین. تا دیدار بعدی در پناه خدا باشین.